وقتی 30 گرم حکمش ادامه 500 کیلو هم ادامه خودم دست میذاره رو 500 کیلو که حداقل پولی دستشو بگیره دوتا از عقدای بچگیشو تلافی کنه. کی به شما اجازه داده بابت عقدای بچگی یه ملتی رو بدبخت کنی؟ داشت بزرگم پول نداشتیم واسش کلیه بخریم، افتاد مرد. رفتیم واسش کفن خریدیم متری 6 و نیم، مغازه بغلیش پارچه لباس مشکی مادرم خریدیم متری 4 تومن. کی گفته ما همیشه باید تحمل کنیم؟ پسر جان این چه توجیه بچگانه؟ یعنی هر مصیبتی داشته باشه باید بره شیشه تولید کنه؟ تا حالا یه نفر رو دیدین از بچگیش بشه بابای 10 نفر بزرگتر از خودش؟ 7 نفر خودمون بودیم، 4 تا بچه خواهر برادرم افتادن گردن ما. 11 نفری جمع شده بودیم توی خونه 80 متری نم کشیده تای کوچه تنگی که بنا بازسازیش نمیکرد، میگفت خاکش مرده. لباسشویی خریدم 3 ماهه زیرش پوسید بالاش زنگ زد. اون وقت کیه که ببینه چه بلایی داره سر استخونای پدر مادر من میاره اون رطوبت؟ حاجی به پرونده توضیح داری بنویس امضا کن، نداری پاشو برو. من گوشه بازی حرف بره.